نیوروپاتی ایجاد میکنه، یعنی بی‌حسی ایجاد میکنه که ما نامش هم میمانیم دیابتیک نیوروپاتی، یعنی بی‌حسی که از شکر به وجود آمده. خواب کافی ندارن اشخاص، افراد که خواب کافی ندارن دوست عزیز، این اشخاص افراد هم برشان مشکلات جنسی ایجاد شده میتونه. او کسانی که مشکل جگر داره، چی التهاب جگر باشه، چی انزایمای کبدی یا جگری بلند باشه، پرسونالیتی دیساردر یا اختلالات شخصیتی، یا انزایتی دیساردر یا اختلالات اضطرابی، این اشخاص افراد هم میتونه که زودانزالی شدیداً پیشان ایجاد شود. شدید زودانزال. سلام و بخیر دوست عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشید. باز هم من دکتر خود شما، دکتر الامیار، دکتر اعصاب و مسائل جنسی، امراض جنسی در خدمت شما قرار دارم. دوست عزیز، موضوع امروز ما و شما بسیار یک موضوع مهم، بسیار یک موضوع داغ و یک موضوع حساسی است که کدام امراض داخله میتونه که سر امراض جنسی تاثیر خراب یا سو یا ناگوار خود مانه. یعنی کدام مشکلات، کدام تکالیف دیگه، کدام امراض میتونه که بر ما مشکل جنسی ایجاد کنه. مثلا مشکل جنسی چی است؟ ما میگیم مشکلات جنسی یک گروه از امراض است یا اختلالات امراض جنسی است یا مشکلات جنسی است، مثل زودانزالی یا انزال زودرس، اختلال در نوز، کاهش میل جنسی، دیر انزالی، سرد مزاجی و عدم انزال نشدن، یا در وقت همبستری و در وقت نزدیکی درد یا سوزش پیدا میشه. این امراض جنسی است که ما دایی میتونیم که در مشکلات جنسی تا به حساب اقامت یا بیاولادی یا انفرتیلیتی را هم شامل بسازیم. خب دوستان عزیز، کسانی که مشکلات قلبی داره از قبیل مثلا فشار بلند خون، یگان حملات یا یگان سکته های قلبی یا حملات قلبی یا هارت اتک برش میگیم، یا ام آی برش میگیم، یک مریضی، یک تکلیف هست، مایوکاردیال انفراکشن برش میگیم. اینی اشخاص افراد کسانی که قلبش کلان شده، کوچک شده، کمکار شده، اینی تماما چی میشه؟ میایه بر ما مشکلات جنسی ایجاد میکنه، کاهش میل جنسی ایجاد میکنه. اشخاص افراد که فشارش میره بلند، فشار نرمال ما شما دوست عزیز نظر به سن سال از 120 بر 80، یعنی سیستولیک بلاد پرشر ما 120 باید باشه، دیاستولیک بلاد پرشر ما باید 80 باشه. که ما 120 بر 80 ما اینی فشار خون نرمال نسبتا میتونیم قبول بکنیم. گرچه ما فعلا 110 بر 75 میتونیم فشار خون نرمال قبول بکنیم. هرگاه فشار خون ما از 139 بر 89 بالا رفت ما میگیم فشار خون بلند. هرگاه فشار خون ما از 100 بر 60 پایین آمد ما میگیم فشار خون پایین. این اشخاص افراد میتونه به مشکلات جنسی مصاب شود. یک دوم، او کسایی که دارن، شکر دارن، قند خونشان بالاست، دیابت دارن و شکرشان 92 است یا تایپ 2 است، کسایی که شکر خود کنترل نمیکنه و کسایی است که در قسهش نیست، شکر خاموش پیش میره. شما میفهمین وقتی که در وجود ما گلوکوز یا قند خون میای بالا، متاسفانه سیستم اعصاب محیطی ما و شما را، پی ان اس ما و شما را میتونه چی بسازه؟ زیر تاثیر خود بگیره. یعنی میتونه اینا را کم کم فعالیتش، کارکردش، حسیتش و حسش میتونه چی بکنه؟ کم کم چی داشته باشه؟ این از بین ببره. مثلا بر ما شما نیوروپاتی ایجاد میکنه، یعنی بی‌حسی ایجاد میکنه که ما نامش هم میمانیم دیابتیک نیوروپاتی، یعنی بی‌حسی که از شکر به وجود آمده. مثلا بی‌حس شدن دست پای، سوزنک شدن دست پای، یا یگان تا میگه در دست پای ما بعض اوقات فکر میکنم مرچه را میره. مثلا نرمای گوش، یعنی قسمت های از وجود روی ما حسش کم میشه. این ما میگیم بی‌حسی اعصاب محیطی. اما تو که از فرق سر ما تا شست پای ما اعصاب محیطی آمده، کلش تحت پوشش قرار داده، دوست عزیز سیستم جنسی ما را آمده تحت پوشش قرار داره. شکر و فشار خون غیر نرمال دارن، یعنی شکرشان بالاست،
این اشخاص افراد برش چی ایجاد میشه؟ ارکتایل دیسفانکشن یا اختلال در نوز برش ایجاد میشه. آله تناسلیش درست ارکت نمیشه، درست شخ نمیشه، درست استاد نمیشه. چرا؟ شکر یا گلوکوز خون به حد بالاست رفته، سیستم اعصاب محیطی سیستم جنسی ما را چی ساخته؟ مختل ساخته، از بین برده، خراب کرده، کار نمیته. پس حس نداریم، لذت دیگه پا نمی داشته باشه. و کسایی که مشکلات قلبی داره چی برش ایجاد میشه؟ ایروا مختل میشه، یعنی خون رسانی به ساحه منظم نمی باشه. ما شما یک تعداد عضلات اسفنج مانند یا اسفنجی داریم دوست عزیز که چی میکنن؟ ایروای اندام جنسی و آله تناسلی ما را خوب میسازه. پس وقتی که شکر داریم، فشار بلند خون داریم، این اشخاص افراد ایروای اندام جنسی صحیح نیست، یعنی خون به تمام ارگان جنسی یا سیستم جنسیش نمیرسه. وقتی که نرسید آله درست ارکت نمیشه، آله درست استاد نمیشه. این دو گفتیم مشکلات قلبی، داشتن شکر نامنظم یا بلند و کسایی که اوبیس یا چاق است. متاسفانه دوستان عزیز در افغانستان میبینین در هر 10 نفر متاسفانه 3-4-5 نفرش وزن زیاد داره، مثلا اوبیس است، چاق است. این اشخاص افراد هم میتونه پیشش مشکلات جنسی ایجاد شود، مثلا کاهش میل جنسی. آدمایی که چاق است اگر تاریخچه بگیری میگه من چوق علاقه ندارم، میگه من در 1 ماه 2 ماه که خانم خود پیش نمیشم، نزدیکی نمیتونم. چرا نمیتونم؟ تمام وجود از زیر شحم گرفته یا چربی گرفته، دوران خون کامل یا خودمون سایکل یا سیکل دوران خون تکمیل نمیشه. وقت تکمیل نشد آدم از نظر معافیت یا مقاومت وجود، اما مقاومت وجودش پایین میباشه. وقت پایین میشه شوق و میل و ذوق جنسی از این کم میشه. اشخاص افراد که هورمونای جنسیش بر هم میخوره تعادلش، مثلا چی میشه؟ هورمون تستوسترونش کم میشه، تستوسترونش کم میشه، برعکس هورمون کورتیزول و پرولاکتینش میره بالا. این اشخاص افراد متاسفانه مشکلات جنسی پیش ایجاد میشه. خب شما میفهمین که تستوسترون یا هورمون جنسی نه تنها یک هورمون جنسی است، او را ما میتونیم هورمون نشونمو و رشد هم بگوییم. مثلا چی مانا؟ او کسایی که عضلات خوب داره، اندام خوب داره، استخوانای خوب داره، مویای فوق‌العاده خوب داره، ریش خیلی خوب داره، در دست پایش مویای کامل و تکمیل داره، مویای تخته سینهش تکمیل است، این اشخاص افراد تستوسترونش نرمال است. تستوسترون از کجا افراز میشه؟ در کجا ساخته میشه؟ در تستس، از نامش معلوم است. تستوسترون یا تستوسترون که میگم، تستس همون خاصیه یا مادرزادی است. کسانی که کاهش هورمون جنسی تستوسترون داره، به چی دلیل هورمونش کم میشه؟ پیش از این کم میلی جنسی، سرد مزاجی، کوچک شدن یا خرد شدن آله تناسلی و کم شدن سپرم یا متخمه مردانه پیش ایجاد میشه. او کسانی که زیاد از چیزای نشاور استفاده میکنن، مثلا مردم که اعتیاد دارن، چی اعتیاد خوراکی باشه، چی زرقی باشه، چی دود کردنی باشه، تمامش میایه سر خصیه های ما تاثیر بد میمونه. خصیه های ما خرد میشه، اتروفی میته، خصیه خرد میکنه. خدا وقت خرد کرد تستوسترون ما با وجه اصلش چی نمیشه؟ افراز نمیشه، ساخته نمیشه. وقت ساخته نشد سیستم جنسی ما چی میشه؟ ضعیف میشه. و کسانی که متاسفانه چی نداره؟ خواب کافی ندارن. اشخاص افراد که خواب کافی ندارن دوست عزیز، این اشخاص افراد هم برشان مشکلات جنسی ایجاد شده میتونه. او کسانی که مشکل جگر داره، چی التهاب جگر باشه، چی انزایمای کبدی یا جگری بلند باشه، چی چربی جگر باشه، چی تخریب جگر موجود باشه که ما لیور سیروز برش میگیم، چی مثلا زردیار که انواع و اقسامش هست، اینا را پیش خود داشته باشه، این اشخاص افراد هم از نظر جنسی ضعیف هستند. و او کسایی که مشکلات غده پروستات داره. شما میفهمین که پروستات یک غده جنسی است که مایع منوی افراز میکنه و تولید میکنه. وظیفه مایع منوی مایعی است که بر ما شما شوق، ذوق، میل، علاقه را زیاد میکنه و اسپرم از این مسیر، از این پیشاب را یا از این راه که هم ادرار میاد بیرون میشه و هم سپرم میاد بیرون میشه.
این را سپرم میگیره، محافظت میکنه، سکوتش میکنه یا یعنی سکورچ میکنه، سپورتش میکنه که به شکل سالم و درست چی شوه؟ بیرون کشیده شوه. و کسانی که التهاب غده پروستات داره یا به شکل نرمالش غده پروستات خود کلان کرده یا مشکل در غده پروستات برش ایجاد شده، این اشخاص افرادم کاهش میل جنسی، اختلال در نوز و انفرتیلیتی یا بیاولادی نزدشان به وجود آمده میتونه. خب دوستان عزیز، او کسایی که متاسفانه از باعث فشار بلند خون یگان سکته های مغزی را سپری کردن، استروک برش میگیم، سکته مغزی. سکته های مغزی دو نوع است، یکی اسکیمیک استروک داریم، یکی هموراژیک استروک داریم. یا ایست که خون میاد، خون لخته میشه، رگ بند میشه، به مو ساحه خون نمیرسه، یک قسمت از مغز ما میموره، از عدم خون نرسیدن میموره. یا ایست که خون زیاد میره، امو رگ کوچک یا شریان کوچک رپچر میته، میکفه، از باعث زیاد رفتن خون بر ما مشکل ایجاد میشه. این اشخاص افرادم که سکته خفیف، موقتی یا سکته شدید را سپری کرده باشند پیشان، مشکلات جنسی ایجاد شده میتونه. اشخاص افراد که سردردی داره دوست عزیز، تحقیقات نو نشان داده و کسایی که به شکل متواتر و طولانی 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال سردردی داره در هر دو جنس، هم در خانم هم در مرد، این اشخاص افراد میتونه که کاهش میل جنسی و مشکلات جنسی پیششان ایجاد شوه. و متاسفانه کسایی که موبایل داره، لپتاپ داره و زیاد از می وسیله ها یا زمی آله ها یا زمی تمام امکانات الکترونیکی به شکل همیشه و دائم استفاده میکنن، همیشه موبایل پیشش، همیشه لپتاپ سر زانوایش ماندگی است. درست است وقت نیاز بود استفاده میکنیم، نیاز نبود لازم نیست. این اشخاص افراد هم برشان مشکلات جنسی ایجاد شده میتونه دوستان عزیز. خب سوال شما شاید اینجا باشه که ما یک تعداد مثلا میگم ما نو عروسی میکنیم، نو عروسی کردیم، بر ما یک ترس در ذهنم ترس هست که بر ما مشکل ایجاد نشه. بله ترست کاملا قابل نگرانی است و ما درک میکنیم. او کسای استراب و استرس داره، مشکلات روانی، افسردگی، استراب، استرس، دلتنگی، بیخوابی، کم گفتیم سردردی و تمام اختلالات شخصیتی که اگه انسان اختلالات شخصیتی داره که پرسونال چی برش میگیم؟ پرسونالیتی دیساردر یا اختلالات شخصیتی یا انزایتی دیساردر یا اختلالات استرابی، این اشخاص افراد هم میتونه که زودانزالی شدیداً پیششان ایجاد شود، شدید زود انزال میشن. انزال نرمال و انزال میگیم که هر دو جانب، هر دو طرف در وقت معینه به مو ارگازم یا براحت یا به مو شوق میل جنسی خود برسن و راحت شوند. اگر بیایم کتابی تعریف بکنیم، انزال نرمال و انزال میگیم که بین 5 تا 10 دقیقه باشه، که ما زود انزالی را میتونیم به 3 درجه تقسیم بکنیم: شدید، متوسط، خفیف. mild, moderate, severe. اینی را ما میتونیم. خب زود انزالی خفیف و زود انزالی میگیم که از 3 دقیقه زیاد باشه، از 5 دقیقه کم، بین 3 تا 5 دقیقه است، خفیف است. کدام استرس است، کدام استراب است، کدام نگرانی است. زود انزالی متوسط به زود انزالی میگیم که از 1.5 دقیقه بالا باشه، از 3 دقیقه پایین باشه. ببینیم متوسط. زود انزالی شدید به زود انزالی میگیم که از 1 دقیقه کم باشه. کمتر از 1 دقیقه را ما میتونیم چی بگوییم؟ انزال زودرس یا severe premature ejaculation یا زود انزالی بسیار شدید. خب به نظر شما در مسائل جنسی تغذیه رول داره؟ بله. کسایی که تغذیه کافی ندارن همیشه از غذاهای بیرونی یا بازاری استفاده میکنن، فست فود برش میگن، غذای دفعتن، غذای آماده شده، غذایی که یک هفته پیش ساخته شده از اینی. و کسایی که از کیک و میک گپا میگیرن، نوشابه‌های آماده میگیرن، این چیزا کاملا سر مسائل جنسی ما تاثیر سو یا ناگوار یا خراب خود میمونه. تغذیه سالم ما با تغذیه میگیم که همه چیز ما فرش، تازه باشه، تازه استفاده بکنیم. مثلا چای صبح ما باید تازه باشه، نان که استفاده میکنیم ناشتا باید گرم و تازه باشه،
نان باسی، غذای باسی، غذای شو مانده و روز مانده و این چیزها را زیاد استفاده کردنش باعث ازی میشه که پیش شما مشکلات جنسی و امراض روانی و مشکلات داخلی و سیستمیک ایجاد بکنه، پاتولوژی بسیار خطرناک و جدی. یک تعداد فامیلاس متاسفانه غذا را برای 3 روز پیش پخته کردن، در یخچال میمونه، یک دفعه سردش میکنه فریز، یک دفعه گرمش میکنه، باز سرد باز گرم، باز سرد باز گرم. دو به هزارها نوع ماده های کرسینوژنیک یعنی سرطان زایی ساخته میشه، ایجاد میشه. بار بار غذا را سرد ساختن، بار بار غذا را گرم ساختن خودش باعث مشکلات میشه. ما شما مشکلات هضمی پیدا میکنیم و کسانی که مشکلات سیستم هضمی یا جی آی دارن، یعنی مثلا چی مانم؟ درد میده، سوزش میده، بدهضمی میده، آرق زدن، قبضیت، کانستیپیشن، نفخ و باد و یک تعداد مشکلات جدی است به نام IBS و IBD برش میگیم، Irritable Bowel Syndrome یا Irritable Bowel Disease. اینی امراض، اینی مشکلات ها میتونه سر سیستم جنسی ما تاثیر ناگوار خود داشته باشه. پس دوستان عزیز، کسانی که از همچون مشکلات دارن یا از همچون مسائل دارن و پیشان ایجاد میشه، کوشش بکنن که سراغ راه حل و سراغ درمان باشن و درمانش زیاد تاکید داشته باشن. بعض از دوستان میگه خب امروز صبح خوب میشم، امروز صبح خوب، نه، اصلا بدتر میشیم. ما طرف خرابیت، ما طرف وخامت رفته میریم. پس به این خاطر کوشش ما و شمایی باشه دوستان عزیز. او کسانی که مشکلات قلبی دارن همیشه زیر نظر دکتر قلبی خود باشن. او کسانی که مشکلات شکر دارن یا مثلا مشکلات اندوکراینی دارن، چی مثلا پرکاری و کمکاری غده چی دارن، تایروید یا جاغور، یا مثلا غده پانکریاس یا پانکراسش درست کار نمیکنه که شکر برش ایجاد شده، یا جگرش به حساب درست کار نمیکنه، انزایم های جگری یا کبدی بلند میره پیشش، یا گرداش متاسفانه مشکلات ایجاد کرده که برش درست امو هورمونا یا امو انزایما صحیح فعالیت یا کار نتونه. کوشش کنن زیر نظر دکتر خود باشه. و کسانی که وزن بالا داره چی کنن؟ وزن تونه کم کنن. بنده خدا یک رژیم غذایی بسیار منظم خوبش یک ورزش منظم روزانه روتین داشته باشین. دو خوراکای عجیب و غریب کاملا ما بین میبریم. پس هر آن مشکلی که ما داریم، قبل از اینکه ما بیایم سراغ مشکلات جنسی خود شیم، ببینیم که مشکل جنسی یا مریضی جنسی یا نارمی جنسی ما را کدام مشکل دیگه ایجاد کرده، اول او را ما باید برطرف کنیم، یعنی علت باید برطرف شد. دوستان عزیز، اگر شما میفهمید همچون مشکلات جنسی و روانی دارین، بازم میگم دکتر خود شما، دکتر الامیار، همیشه در خدمت شما هست و میباشه و آدرس های ما کل چیز در خدمت شماست. همیشه کوشش به این نکنیم که به تداوی بیاین، تداوی درمان نه خیر. کوشش ها به خاطر مشاوره آمده شد. آدم بیا مشاوره داشته باشه. مشوره یک کار بسیار خوب است. ممکن چیزای باشه که برتان دکترتان، روانشناستان بتونه گفته شما تغییر در سبک زندگیتان یا در استایل زندگیتان یا در شیوه و روش زندگیتان ایجاد بکنین، مشکل کاملا برطرف میشه. پس به این خاطر کوشش کنین به زودترین فرصت، به نزدیکترین فرصت و همی که فهمیدین و آگاه شدین پیش دکتر خود برسانین. دوستان عزیز، همیشه ما در خدمت شما بودیم، هستم و میباشم. من روزه در معاینه خانه میباشم. گرچه دوستان میگن که دکتر صاحب آدرس گپایید، آدرس ما تمام فیسبوک هست و بازم براتون من شفایی میگم. ما آدرسم در کارتیس چهارراهی سرای غزنی، نایه سوم میشه، نزدیک به ریاست معارف، مرکز صحی حکمت و دواخانه باقر. دواخانه باقر چیز باقر که بسیار مشهور است. من همه روزه از ساعت 2 الی 7 شام در معاینه خانه می باشم. هر وقت که آمدین بنده در خدمت شماست. انشالله منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین و یوتیوب چینل هم لایک بکنین و سپورتش بکنین، حمایش بکنین. حمایش ما را بسیار کمک میکنه. ویدیو را کش بکنین به تمام دوستایتان برسانین و کسایی که در دسترس نیست. و با امید دیدار روز که ما شما که دیگه خدا ببینیم، منتظر برنامه های جدید، ویدیوهای جدید ما باشین. دوستان اگر میخواین سر موضوع تخصصی و مشخص صحبت شود مثل ویدیوهای قبلی، شما بر ما کامنت بانین، مسیج بانین، ما موضوع را میگیریم، از کتابای معتبر استفاده میکنین، با لسانهای ملی، دری و پشتو، به هر لسان که شما نیاز داشتین ما برتان موضوع را آماده و ارائه میسازیم. تشکر از شما، اوقات خوش، موفق باشید.